برادرای عزیز و گرامی، من یک چیزی در ذهن می‌گذارم. اگر همین جمعیت گردون بشود، دنیا هم که تغییرات در زمین دنیا پیدا تغییرات هیچ وقت باید احترام قدر مادر ما بگیم که عصر 21 زندگی میکنیم، عصر 22 زندگی میکنیم و باید اون چیزهای نوین در ذهن ما بگذارد تا داره از بچه‌ها کم کم خوب پرگان فراموش نکنید. بهترین و بالاترین سخنهایی که در ما هست من یاد از همون آیت قرآن پرسید. در قرآن خداوند سه نکته را از منزلت مادر یاد میکنه. برای ما گوشزد میکنه که مقصد بدانیم. باید شما بدانیم. ولی با خداوند هم را یک گوشزد میکنه که بدانیم که نقش مادر همین بزرگ هست. یکی از همون نکته ها چی است؟ حملت و امه و وهنن علی وهن. یکم نکته همین بوده است. برداشتن فرزند در شکم بین مشقه علی المشقه، روز به روز تصور کنید که تا چند جوسه آدم کلان شدن میگیرد، تا چند درد مادر زیاد شدن میگیرد، تا چند نزدیک به مرحله تولد که آمدن گیریم همون کم مشکلات به سر مادر آمدن میگیرد. او چند که فکرهایی که در ذهن مادر بگذارد. خب زین لحاظ یکم الله مهربان این مرحله را برای ما یادآور می‌کند که شما زمانی بودین که در شکم مادرات هم بودین و مادرها شما را میبرداشتن. ولی ببین این نکته های مهم خصوص مادر برادر عزیز. اینجا اگر همه شما پدرم باشید هیچ کس خفگی نشه. این سخن قرآن هست. البته او چیزی که در مادر خدا گذاشته در پدر نگذاشته. ولی این معنی را ندارد که پدر ما یک طرف مونیم بگیم این یک تو نداری قدر مادری مرا همین مادر ما خیفنده که در کار نیستی. این خیلی نباشد. زیرا حدیث های پیغمبر میگه زمان میاد طایفه های میاد گروه های میاد که میگه اطیع الله ولا اطیع الرسول. من خدا را فقط اطاعت میکنم، من با پیغمبرش کار ندارم. ولی ببینید حالا که خدا والله یقول اطیع الله و اطیع الرسول، اگر دعوای تو حق باشد هم خدا را اطاعت کن هم پیغمبر. این لحاظ این معنی را ندارد که ما پدر را ببینیم تو مرتبه مادر ما نداره. همین دعای مادر ما بگیریم بس های تو مایل کاری کردن بود. خدا از این حالت ها برادر عزیز نگهبان باشه. یکم همین نکته است. دیگم نکته است که وضعت و کرهن وضعت و قرآن نزد میشه جدا شوی فرزند از بطن مادر و مشکلات. ولی برادرای عزیز اکنون خیلی چی گوییم ما که تا آدم درد که نبینه چی میدونه درد چیه؟ ما تا ندانیم درد چیه ولی مصیبت ها نبینیم کجا میدونیم مصیبت چیه؟ هر یک کاری را که آدم تا خودش نچشه خب هیچ وقت درد کردن نمیتونه. خداوند در همین را برای ما گوشزد میکنه. تولد کردن مادر. فکر میکنم که بسیار عائله دارم باشیم، بسیار مادرات کنه داد و فیرات چونه شنیدگیه. این هر تا روزها میگذره تولد میشه و حتی در کشار چاکش میکنه و این فرزند را بیرون میکنه. خداوند همین نکته را هم گوشزد میکنه. دیگم نکته بسیار مهمی هست میگه که همین سیم و فی سال و فی آمین 2 سال دیگر مادر را شیر میده. برادر 2 سال شیر میده.
ولی یک آدم یک ماه ما حاضر اگر برده یک پای کار گیره یک مبلغ که معین کیا شاید اگر آدمگری ما شاید بیجا فرموش نکنیم احتمالاً شما بالای دست کاری ما میتونیم در دیگر بگیریم ولی این فرزند که در یک حالت یک زمان صاحب تفسیر میگه شجاع از تخم برون آید روزی طلبد همین تخم که از درون شجاع که برون آمد همین چیندن میگیره روزیش هم میشنه همین روز خروجی من آدمی بچه ندارد که را دو حق کمی فرزند آدم تولد میشود نمیدونه که ریسک ما در جای مادر برای نعمت دارد نه از این سینهش میرد سینهش شیرین میکنه دهانی را شیرین میکنه او سینه را بدار بد آدم میدونه که از همین جا باید من غذا تناول این مرحلهش میگه اهمیت 2 سال از همین لحاظ است که خداوند و وصینا الانسان میگه من شما را سفارش میتونم که اینها را زیرا لایق احترام داره ما را احترامی را خداوند در گردن بار نکسته که اینا یعنی نه اونقدر خدمت کردن که تو بودا مدت خدمت کنی برعکس اون مشکلات ها سوال پیش روی ما میاره که آیا لایق هست یا نیست البته لایق هم این حالی در کتاب ها میخونه امروز مقایسه میکنیم با فرزندهای امروزه روی تشویشه ما چند تا درک میکنیم حتی ما درک میکنیم که جوی تشویشی دیگه فرزندهای پیش میگه با مادر در یک طبق وقتی که می نشستن دست شب پیش ای مادر دراز نمیکرد همین روز برادرها در خون تحمیدیم هروای پدر مادر دست دراز میکنه نمیکنه چی میدانیم ما هم دراز کده خوردن میکنیم دستشا میگه دراز نمیکنه حتی ببینیم میگه وقتی در میوه خوردن اگر میگه میموندن میوه را میگه دستشا دراز نمیکنه میگفتم برای چی دست دراز نمیکنی میگو شاید اون میوه را بگیریم که در همون خواهش مادر ما رفتگی باشه ما همون را بگیرم و شاید مقصد مادر ما بگه که همون چیزی که نفسی ما را خواهش ما را همون را بچه ما خود وی اندازه را و بندهای خدا اندیشه نکنده یعنی با گفته هر چیزای روز با روز هر یک فتنه ها برآمد میگیرد تا جاهای شید شنیدیم که میگه پیش پدر مادر خیزید یا شیر کرد اینها برادرای عزیز اینها گویم مالی ما نیست ببینیم حضرت پیش فاطمه میکرد پیش دخترشون فاطمه میکرد یا حضرت میگامد فاطمه ایجاز بلند میشه احترام داشتن از این لحاظ ماها باید این چیزها این مدنیت ما مردم مسلمان های برادر با خدا افسوس این احترام ما را همه جا میخورد که این چی احترامی بزرگی در نسبت مادر و مادرها هستند ما دیگر رنگ دیگر رویش که کم ترک بینیم که یک پارو پارکمان سم آورده نتونیست بعد میگیمش برای همون جای همون در کاری که برای شما برای همون جا بسید بیدید که در کار نیستید ما الحمدلله این گناه نیست برای همین برادر عزیز که توصیه ما همینه پدر و مادرها باشه احترام کنید دعای نیکشانه بگیرید خدا خواهد شیمان نمیشه و خدا خواهد زیرتیها هم میرسید یک نکته امام قرطبی را میگم بعد خداوند خیلی دعا کنید حضرت امام قرطبی چقدر زیبا دارد میگه همین دل آدم سخت میشه و سیاه میشه پیغمبر هم گفت ولی دل سخت میشه و سیاه میشه سخت کشید برادر عزیز دیگر دهان در تفریق بکر بشد نمیکن حتی سبحان ربی الاعلا بشد نمیکن این دیگر پاک طرف مسجد نمیرود خب چیزی برنامه دینی باشه بشد نمیکن تماشا کنید نهاد دل سخته دل سیاه میگه سه چیز همه دل سخته ملایم میکنه و دل سیاه را روشن میکنه یکم برادر عزیز در صحبت عالمان نشستن در صحبت عالمان نشستن ملائکه های داریم که میکوان شما هم بکوبید ملائکه های داریم که میکوان یعنی حلقه ما را کوفتن یفتن شما هم بکوید شما هم در خیلی شما تشکیل کنید که یک عالم در خانه تون بیاد
خب یک پیاله چایتونم بگیره، بهترین عمل دادن طعام از برای خدای، هم در طعامت ثواب میگیری، هم پند نصیحت به زن و فرزند دیلت هم سفید میشود، هم سختی دیلت میرفت. دویم زیاد یاد کردن مرگ زیاد یاد کنی. یعنی کسی میگه رجوع ابن حیوان میگه کسی مرگ یاد کنه اصلا قریب گناه نمیکنه، حسد و بخل در دلش دیگه باقی نمیمونه. سوم میگه سکرات موت یگان برادرت دیدم، جان دادن یگان کسا ببینی. حالت جان دادن هم را ببینی میگه دلهای سخت ملایم و دلهای تاریک روشن میشه. خدا ما را کنه دراز کنه در پرده رحمت اسمت العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا پروردگارا این اجر و پاداش و خیر و برکت آیت ها و سوره های تلاوت شده را خداوند در قبر این مادر همچون نور و رحمت و مغفرت بگردان پروردگارا قبرش را همیشه با نور رحمتت و با نور قرآن منور و نورانی خداوند روحش را شاد و از فرزندان و باقی ماندگانش همیشه راضی و ممنون خداوند فرزند عالم و فرزندان و نبیرگان و همه باقی ماندگانش را خداوند برایش همچون صدقه جاریه و سرچشمه خیر و اجر و پاداش قرار بده پروردگار و نزدیکان و همه حاضرین را عمر درازی به دردی با برکت کامیابی ها و سعادتمندی های دائمی این دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان پروردگار را دست به سوی خودت برداشته و رحمتت چنان وسیع از تمام اشیا را فرا گرفته است پروردگار را رحمت و مغفرت و خیر و برکت و خصوصا رازگی خودت تمام عبادت های ما به خاطر خودت هست پروردگار رازگی خودت و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نصیب روزی بگردان پروردگار همیشه خیر و برکتت و رحمت و مغفرتت را برای همه حاضرین اهل و خانواده و جمله مؤمنین امت اسلامی ارزانی و دائمی بگردان و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا آمین برحمتك یا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار اجر پاداش و خیر و برکت عنایت و تلاوت شده را برای اهل این قبرستان همگی خداوند همچون نور و رحمت و مغفرت بگردان. خداوند تمام اهل این قبرستان را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را باغچه‌های از باغچه‌های جنت، روحهایشان را شاد بدار. خداوند گذشته‌های همه ما حاضرین را رحمت و مغفرت، خصوصا نزدیکان گذشتگان ما را از ما راضی و ممنون و خوشنود و خوشحال بدار. خداوند قرآن را در این دنیا رفیق و در قبر تنگ و تاریک انیس و مونیس و در روز آخرت شفاعتگر همه ما، گذشتگان ما، آیندگان ما بگردان. پروردگارا این کلام بزرگت را رفیق دائمی ما بگردان. پروردگارا قلب‌ها و زندگی و اهل و خانواده و فرزندا و کشور ما را با نور قرآن منور و نورانی خیر و فیض و برکتت را دائمی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم سلام کرد سلام کرد ما کدامش خلیف خانه تو مخلوق هر نفر مولا اونجا بریم خیر. بله